سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب و سلامت باشید. فصل اول کتاب رو ادامه میدیم. توی جلسات قبلی با JDK آشنا شدیم، نصبش کردیم، JRE و JVM رو معرفی کردیم، اکلیپس رو به عنوان محیط برنامه نویسیمون نصبش کردیم و حالا توی این جلسه میخوایم در رابطه با گریدل صحبت بکنیم. گریدل یه بیلد اتوماسیون تول یا ابزار خودکارسازی ساخت هستش و به طور کلی فرایند توسعه نرم افزار رو واسه ما ساده‌تر میکنه. یعنی میاد یه سری کارها رو به صورت خودکار انجام میده بدون اینکه نیاز باشه ما دستی اونها رو انجام بدیم. این یه سری کارها مواردی هم مثل ساخت و اجرای پروژه، اجرای تست ها یا مدیریت فایل ها و دیپندنسی ها. و ما برای تعریف تنظیمات گریدل یه فایل بیلد اسکریپت داریم که مشخص میکنه پروژه چطور ساخته بشه، چه وابستگیایی داشته باشه و چه تسک هایی رو اجرا بکنه. که این اسکریپت دو تا زبان مختلف رو پشتیبانی میکنه. یکی گرووی هست، یکی هم کاتلین که ما توی این دوره میخوایم با گرووی کار بکنیم. حالا برای اینکه یه مقدار از این مباحث تئوری فاصله بگیریم و در عمل ببینیم وقتی گریدل به پروژه ما اضافه میشه چه کمکی به ما میکنه، میایم یه پروژه ساده جاوا رو با و بدون گریدل پیاده سازیش میکنیم تا درک بهتری نسبت به حضور گریدل تو پروژهمون داشته باشیم. توی پروژهمون قراره که از کتابخونه جیسون استفاده بکنیم که کارش تبدیل آبجکت به جیسون هستش. هدفمون هم اینه که ببینیم بدون گریدل و یه سری کارها رو دستی انجام بدیم و با گریدل فقط کافیه که یه خط دیپندنسی اضافه بکنیم و ببینیم که سایر امور خودشون به صورت خودکار اجرا میشن. حالا خود جیسون چی هست؟ یه کتابخونه ترد پارتی هست که توسط گوگل توسعه داده شده. این دیپندنسی به صورت داخلی توی JDK وجود نداره، بنابراین ما خودمون باید کتابخونه جیسون رو به پروژمون اضافه بکنیم. حالا یا به صورت دستی یا از طریق ابزارهای مدیریت وابستگی مثل گریدل که ما هر دو این موارد رو خواهیم دید. کار جیسون هم تبدیل آبجکت های جاوا به جیسون یا برعکسش هست. مثلا من اینجا یک جاوا آبجکت دارم به نام پرسن که این میشه ورودی متد تو جیسون من و خروجی به من یک جیسون استرینگ قرار برگردونه. بسیار عالی. حالا ما گفتیم که میخوایم در دو حالت، یعنی با گریدل و بدون گریدل، این پروژه رو پیاده سازی بکنیم. اول حالتی رو در نظر بگیریم که گریدل رو نداریم. من از گیت‌هابم وارد پروژه ویدوت گریدل میشم. چنین ساختاری دارم که یه پوشه رو اومدم تخصیص دادم به کتابخونه هام که قراره کتابخونه جیسون رو داخلش قرار بدم و همینطور فایل main.java رو دارم. وارد فایل main.java میشم. اینجا من یه برنامه دارم که میاد یک آبجکت جاوا از کلاس پرسن میسازه و به کمک متد تو جیسون اون رو به یه رشته جیسون تبدیلش میکنه. و کلاس پرسن من هم دو تا اتریبیوت داره، نیم از نوع استرینگ و ایج از نوع اینت. حالا برگردیم به ساختاری که قبلا دیده بودیم. ما الان داخل فایل main.java رو دیدیم. بریم داخل پوشه لیبس که شامل کتابخانه جیسون من هست. حالا برای اینکه خود این جیسون رو بگیریم لازم هستش که وارد وبسایت mvnrepository.com بشیم. توی سرچ بار بالا من می‌نویسم جیسون و نتایجی که برای من میاره گزینه اول رو انتخاب میکنم. در ادامه روی نسخه 2.10 کلیک میکنم و فایل جرش رو دانلود میکنم. حالا بعد از دانلود فایل جر میام اون رو داخل پوشه لیبس قرارش میدم و همونطور که اینجا میبینیم الان فایل جر مربوط به جیسون داخل پوشه لیبس قرار گرفته. حالا در ادامه واسه اینکه برنامه‌مون رو اجرا بکنیم من به آدرسی که پروژه‌ام توش قرار گرفته میرم، یعنی دسکتاپ ویدوت گریدل. توی آدرس بارم مینویسم cmd و وقتی که cmd باز شد با دستور جاوا سی میام کامپایل رو انجام میدم. به کلاس پد هم دو تا آدرس میدم که یکی دات هست، یعنی کلاس های داخل پوشه فعلی، با سمیکالن جدا میکنم. آدرس دوم رو وارد میکنم، یعنی جایی که بتونه از کلاس های جیسون هم استفاده بکنه. با جاوا سی کامپایل رو انجام میدم. همین ساختار رو برای جاوا دارم و با دستور جاوا و دادن کلاس پد ها میام برنامه‌ام رو اجرا میکنم و خروجی برنامه همونطور که میبینیم اومد آبجکت پرسن رو به یک جیسون استرینگ تبدیلش کرد. حالا ما گفتیم وقتی که گریدل به پروژه ما اضافه میشه خودش به صورت خودکار میاد یک سری کارها رو برای ما انجام میده. بیایم پروژه رو با استفاده از گریدل پیاده سازیش بکنیم. من وارد پوشه ویت گریدل میشم از گیتابم. چنین ساختاری رو دارم. یه دونه فایل build.gradle دارم. بازش میکنم. قسمت اول شامل پلاگین ها میشه. آیدی جاوا میگه که پروژه من جاوا هست و ساختار استاندارد پروژه رو مشخص میکنه. مثلا میگه که کد اصلی پروژه باید توی سورس مین جاوا باشه که این ساختار رو با هم دیگه خواهیم دید. یا مثلا آیدی اپلیکیشن رو دارم که این پلاگین امکان اجرای برنامه با دستور گریدل ران رو به من میده. در ادامه گروپ و ورژن رو داریم.
گروپ میشه نام گروه یا نیم اسپیس پروژه که حالا بعدا وقتی اسپرینگ اینیشیالایزر رو میگیم راجع به این نامگذاری‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم. ورژن هم نسخه پروژه‌مونه که این رو ما معمولا توی نام جر خروجی هم می‌بینیم. قسمت بعدی مخازن یا ریپوزیتوریز هست. اینجا به گریدل میگه که از میون سنترال برای دانلود دیپندنسی ها استفاده بکن که این میون سنترال یکی از بزرگترین مخازن جاوا محسوب میشه. بخش بعدی وابستگی یا دیپندنسیز هست. میگه که کتابخونه جیسون نسخه 2.10.1 رو برو از میون سنترال واسه من دانلودش بکن و به پروژه اضافهش بکن. اون ایمپلیمنتیشنی هم که نوشته یعنی این وابستگی برای کد اصلیه نه برای تست. در بخش انتهایی هم اپلیکیشن رو دارم که میگه کلاس اصلی برنامه توی آدرس ir.testtime.main قرار گرفته که اگه من این رو اینجا قرارش ندم وقتی که از دستور گریدل ران استفاده میکنم نمیدونه که کدوم کلاس رو باید اجرا بکنه. حالا برگردیم یک بار دیگه ساختار رو ببینیم. گفتیم چنین ساختاری داریم. راجع به build.gradle صحبت کردیم. حالا میخوایم فایل main.java رو ببینیم که تو آدرس source main java ir و test time هستش. این ساختار source main java ساختار خود گریدل هست. من میتونم از آدرس های دیگه هم استفاده بکنم اما در این صورت باید اون آدرس رو بیام توی build.gradle تعریفش بکنم. ir test time هم نامگذاری هست که خودم انتخاب کردم که جلسه بعدی بیشتر راجعش صحبت میکنیم و اگر بخوایم محتوای فایل main.java رو ببینیم به این صورت هستش. دقیقاً مطابق main.java هست که قبلا دیده بودیم فقط با یه تفاوت. اونم این هست که فایل main.java الان داخل پکیج ir.testtime قرار گرفته. اینجا چون ما پروژه‌مون رو با گریدل ساختیم اومدیم اون ساختار استاندارد پروژه رو رعایت کردیم و کلاس main رو داخل یه پکیج به اسم ir.testtime قرارش دادیم و در ادامه اگر بخوایم برنامه رو اجرا بکنیم چون از دستورات گریدل تو CMD استفاده میکنیم من اول میام گریدل رو دانلود میکنم و از نسخه باینری اونلیش استفاده میکنم. همینطور لازم هستش که بعد از دانلود آدرس پوشه بین رو بیام به متغیرهای محلیم اضافه بکنم مطابق این تصویر. بعدش به آدرسی که پروژه رو توی سیستمم دارم میرم یعنی desktop with gradle توی آدرس بار مینویسم cmd و وقتی که cmd باز شد با دستور گریدل ران برنامه‌ام رو اجرا میکنم و همونطور که انتظار میره اومده آبجکت جاوا رو برای من به یک جیسون استرینگ تبدیل کرده. اکشنبل تسکایی هم که اینجا میبینیم مربوط به تسکایی که گریدل توی این بیلد اومده بررسی کرده. دو مورد اینجا برای من اکزیکیوتد شده. یه مورد مربوط میشه به کامپایل جاوا، یک مورد هم مربوط به ران هستش. اگر من بیام برنامه رو یک بار دیگه اجرا بکنم با دستور گریدل ران پیغامی که این بار به من نشون میده این هستش که یه دونه اکزیکیوتد دارم که میشه دستور ران و یه دونه آپ تو دیت دارم مربوط میشه به تسک کامپایل جاوا. چون قبلا این تسک رو اجرا کرده و کد تغییری نکرده خروجی قبلی رو دوباره اومده ازش استفاده کرده. خب به این صورت ما اومدیم یک برنامه رو با استفاده از گریدل و بدون اون پیاده سازی کردیم و نقش این بیلد تول رو توی پروژه‌مون دیدیم. تو حالتی که گریدل نداشتیم مجبور بودیم که بریم فایل جر جیسون رو خودمون دانلود بکنیم، به پروژه اضافه بکنیم، در ادامه کامپایل بکنیم و با دستور جاوا برنامه‌مون رو اجرا بکنیم. اما وقتی اومدیم از گریدل کمک گرفتیم تو فایل builder.gradle فقط دیپندنسیمون رو مشخص کردیم، گفتیم که نیاز به جیسون داریم، نسخه‌اش رو هم مشخص کردیم، خودش رفت برامون دانلود کرد. در ادامه فقط با دستور گریدل ران برنامه‌مون رو اجرا کردیم. حالا وقتی که پروژه ابعاد خیلی بزرگتری داشته باشه استفاده از این بیلد تول خیلی بیشتر به چشم میاد و سرعت و دقت رو توی توسعه پروژه خیلی بیشتر میکنه. بسیار عالی. ما این جلسه در رابطه با گریدل صحبت کردیم. ان شاءالله توی جلسه بعدی راجع به اسپرینگ اینیشیالایزر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از توجهتون. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.